این مجسمه‌ای که دارید نگاه میکنید توی آیین بودیسم ژاپنی یه بودای کوچیک و خیلی محبوبه و چیز جالبه که در رابطه با اینا هست، میگن که اینها از بچه هایی که قبل از پدر مادرشون فوت میکنن مراقبت میکنن تو اون دنیا و حمایتشون میکنن و راهنماییشون میکنن و همچنین میگن که از کسایی که مثلا مسافر هستن یا کسایی که روحایی که تو اون دنیا احتیاج به کمک دارن یا مثلا آمرزیده شدن دارن، این سنگا که بهشون جیزو میگن کمک میکنه. و این رنگ قرمزی هم که نگاه میکنید روشونه به خاطر اینه که تو دین اینها میگن که رنگ قرمز از ارواح بد جلوگیری میکنه و از بیماری باعث میشه بیماری و ارواح بد دور بشن.